آقا روز دوم ساخت ساز اون ماشینه. برو بریم. ما یه بالاخره رسیدیم. FMCM4 رو نگاه. اینو میبینی ساده است. حالا اینو نگاه چه خفنه. اوف جون. ولی اسم قیمت این از همشون بیشتره. آخه این دیواره رو مغازه بازم مغازه اتمون مغازه دیگه. این هولو تو میره پایین. برو بریم. من بیشتر منتظر بخشای اینجا واسه خودمه نه واسه دیگران. خرید خانومو خیلی طول میکشه. بعد ما مردا به این آسونی، یعنی 2 دقیقه یک کفش لباس انتخاب می‌کنیم خیلی هم خوبه مگه نه؟ بعد جالبیش اینجاست که هیچی هم مثل الان نمیخرن، فقط میرن داخل و دوباره میان بیرون. چقدر چیزه بعد از اون ته بکشم که مثلا رفتم بعد از اون ته بکشم که من کامل دیدشم. به خود کارهای خاصی نیستن، فقط داخل دوربین 11 پرو انقدر قشنگ گرفته میشن. از این لامپای نمونی من عاشق این لامپام. میدونی حوصله‌ام سر رفت. حوصله‌ام خیلی سر رفت. کلاً 2 دقیقه است. وقتی میگم حوصله‌ام سر رفت ذره اینه که هیچی نمیخرن. خب میرن داخل میان دوباره هیچی نمیخرن. خب حوصله‌ام سر میره دیگه، همشون برمیگردن. بابا نگاه کن، من لباس مردوناست، من خیلی راحت لباس انتخاب میکنم. این دیگه از توطئه گذشته، این دیگه تو دوباره هیچی نخریدن. اولین چیزی که خریدن رو نشون میدن. اول خریدشون بالاخره بدون ضد آفتاب. من مسخره بازی بده 940 دقیقه گشتم. این لباس رو میبینی الان با سوپر ماکرو بهت نشونش دادم. البته همینجوری هم کیفیت بالا هست ولی اما خب حالا اینجا رو نگاه کن.
فوکوس برگریزونه مگه نه درکت میکنم فرزنده، ولی خب برای کار همیشه مرتبش کنیم. بخش مورد علاقه من وای باند که از همه بیشتر عشق منه. ایکس بوم تا حالا اسمش نشدم. برای مهمونی این خیلی خوبه. بخش رویایی من به به تو جز اینا اینجا دیگه کلا بخش رویایی منه. میدونی بهترین چیز بانده. این جی پلاس خیلی تبلیغش دیدم. بهترین چیز سیستم صوتیه که خیلی عشق به به. ولی فکر کنم اینجا ایکس بوم پس داره جی و جی بیل چه داره ال جی. این فارس خسل از تولید ملی حمایت کنید. از این بخش دیگه حقیقتا اصلا خوشم نمیاد. دیگه همش میشه واسه چیزای زنونه، ولی حقیقتا بس عاشق وسایل چوبی و آشپزخونه پس وسایل چوبی هستم. برای از اینا خوش بخوننده ها و کلا پلاستیک و از اینا جنس فقط نگاه کن مشتی. اگه اون وای برگام مامان کلا وسایل کمپینگ اینجا یا مادر فولاد مادر وسایل کمپینگ میونه دستم میلرزه کنه. خب همه اینا رو داره کنم. از همه مهمتر ایشونه که خیلی به درد من میخوره واسه چادر زدن. برام سوال اینی که همینو داخل دیجیکالا میدن 100 تومن 200 تومن اصلا 300 تومن چرا باید اینجا 500 تومن باشه؟ این داخله بعد 800 تومن این بنده خدا. اینم چیزشه استارتشه چرا 1400؟ میدونی بخلی وسایل ماشین و وسایل کمپینگ اینجاست که اولش ذوق داره ولی وقتی میرسی به قیمت ها افتضاح میخورد تو ذوقت. ما هم که دوشواری نداریم به همون روش سنتی وسایلمون رو ردیف میکنیم. تا حالا تو کم و کسری کجا دارم میرم؟ کم و کسری نداشتم پس دوشواری واقعا نداریم. این خیلی نامرد اینجا خیلی گرونتر از حالت عادیه لامصب. الان مثلا این که فقط سیم خالصی برای داره چوب 200 مثلا 300 تومن قیمت خاصی نداره ها. ولی خب اگه وقتی بیرون میتونی بخری مثلا 150 60 تومن چرا خب باید اینجا مثلا 200 تومن انقدر خرج کنی انقدر بیشتر خرج کنی. آقا جان من این شیشه الان قیمتش 500 اصلا 600 تومنه ولی خب بیرون قیمتش 300 400 تومن. مرض اگه بیشتر خرج کنیم. آقا بریم سبد بریم روش ماینکرافتی. فقط ببین سبدو کجا گذاشتن. مثلا یه جایی گذاشتن هیچکی دستش به اینو نرسه. راه نمیره خونه من واقعا زیر بغلم کل لپش برو نازی خدافظ. فقط اون نگاه. خب بیا پر شد. آقا سبا بر بزن بریم. این خوشگل جذاب که میبینی کل تنش از پلاستیک ساخته شده. انقدر پول داری میدی شیشه نمیگیری پلاستیک تحویلت نه تازه. این از اند توته هست ولی از دورش خیلی لذت زندگی دیگه خرج میکنیم عشق کنیم. مبارک. خب چه جالب از اینا. هیچ کدوم از اینا الان اتمی نیستن. مثلا الان اینی که باید اتمی باشه فکر کنم سرش فرق داره از حالت عادی. بذار تستش کنم. چه توان خروجی رو فقط وای ای بابا اصلا فندک نیست بنده خدا. اصلا جرق زنه تو این زندگی. حداقل دونه مزنو برم داریم برای به درد اون میخوره خدا وکیلی. آقا چند کلمه به جایی که بخوام 90 تومن پول اینو بدم 90 تومن میذارم روی سی دیگه خیلی خفن‌تر واسه دوچرخه میگیرم. اون فرچه اصلا خیلی نیاز داشتم تازه یادم افتادش. حاجی این عالی. نه این کوچه چرا جفتشو برمی‌داریم. این دو تا برای شستن بلیزی به نازم در جستجوی خرید ولی نمیخوام هیچی خرید کنم حقیقتا دوست ندارم نمیشه. حالا میخوام ولی بازم مرضه میخوام خرج کنم. با اینکه هیچی خرج نمیکنم میخوام خرج کنم بازم. واجه این خیلی خفنه. حیف که نوشته
بله از اینجا قالبای خوبی داره، از اینا داریم. اینجا قالبای خوبی داره، قشنگ میشه باشون چیز کرد. یخ خفنی ساختی، یخ خیلی خوبی میشه باش ساخت. این قالب بعد خوب باشه. چیه طرحش؟ قالب خوشگلیه حاجی، خیلی نازنینه برده به خدا. هر چیزی که درست کن خیلی خفنن. این مایتابا هم فقط به درد کمپینگ میخوره به خدا. بله این گنده ها که این بالا هم. بعد این نه این کتری و اینا کلن به درد کمپینگ میخورن. بله این خوشگله. شمشیر دستا بالا. جون من خودم خود جمهوری نداشت باشه بمیر. آقا این اصلی ترین چیزی که من گرفتم و تمام شیش هست و اگه بخورتای منفجر میشه و این ترکیب خیلی خاص دارم. این دیگه الان پر شده بنده خود. آقا حالا این چیزا رو دیدین که وقتی مثلا به مامان باباتون نیستی میگین مثلا من این فلان چیزو میخوام، تو میترسی الان بگی نه الان مطمئنی که بگی نه اون و اینا. مامانم اینو دید گفت بازش کن، گفت باشه باز کرد دیدی گفت نیازی تو بنده، گفتم نمیخواش، گفت نه برش دارم. اینجوری چشم تو داری شد مگه میشه اصلا همه چی رو میذاره بردارم ولی دیگه انقدر دیگه بخواد اجازه بده خیلی برام تعجب داشت. من عاشق اینم چون جزو کمپینگ حساب میشه. جون 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 صندلی مندلی. آقا نوکرتم برو سر جات. چه وسایل قشنگی ای جان. این اتوها رو چطور آخه ممکنه؟ باید از همه بالتر کدوم اینه؟ چیزی قشنگی واقعا. به به بچه اینم ظرف غذامونه به ملاکه. فقط پای منم اینه سرسره میره. ایتودم خراب شده بعد یه ایتود بردارم. چند همی عمویی؟ 1000 مدل ایتود به جستجوی وسیله. بچه اون کلی سکی گرفتیم. یه دونه موژیک چون امروز موژیک مدرسه رو از سر عصبانیت دادم تریکوندم. 2 تا از اینا 2 تا دیگه از این اسمش این نیستش. بعد یه ایتود 5 و 7 که خراب شده متاسفانه واسه خودم دوباره خریدم. بچه من برای غذا درست کردن میدونم کفگیر چوبی بخوام، کفگیر چوبی درست آبی مثلا ببین قیمتش که بوده 80 تومن ولی اصلا حقیقتا اصلا به درد نمیخوره، خیلی کوچولوئه. دارم پلاستیک این چی باشه؟ او مای گاد خفنه. همه چی دارم ولی خب جز این خب اینم آهنی شده. میشه هزینه بله چیزی کنم مجید دادادیش چیزا خیلی خفن نمیزاد ببریم ها تستش میکنیم این چیز نه بله دردان نمیخوره. چیز مگه مرزه گیرن چیه؟ قصه پخته نه اینم به دردان نمیخوره چی بلش دیگه. از این چیزی نمیخوایم بریم سراغ اینا که اون از اینا دارم ولی خیلی با کیفیت تر از اینا، خیلی خوشگل تر از اینا حقیقتا. و بزنم چی داریم دیگه بذار هر چیز برداشتم میتونه شما برند میگله. بعد نسبت من اینو اقربش چرخونم و نیم ساعت الان یوش میکنه زنگ زدم. بابا این جی پلاسه که ایرانیه 420 واته. بعد ما یه دونه بوش داریم قیمتش 11 میلیونه. این آقا خوشگله. بعد بوشی که ما داریم قیمتش 14-15 میلیونه. بعد این از اون بوشه خیلی قوی تره. ای جانم اینو نگاه کن پیکان پلیسه. هممون باید یه دوره اینا رو گذرونده باشیم. میدونم جالب بازی سیستم تعلیق این کار میکنه. اوه چه سیستم تعلیق نرمی هم داره نسبت این ماشینایی که من دارم از این اسباب بازی کوچولو سیستم تعلیقشون سفتره. ای وای من ماشینا رو فقط
ببین چه جالبه، من یادم میاد قبلا مامانم میدون از نوسم گرفته بود. هنوزم بعضی قطعاتش دارم، هنوزم جعبه‌اش دارم، ولی خب این کیسه دیگه طرح شعر دیگه. اینم چیز دیگه 125 توفه خودمونه. این رسما موتور توفه‌ایه. من یادم میاد از اینو قبلا داشتم، خیلی خوبه. حالا این دیگه یه گنگکاری شده. این یک دنیایی لباس. او مای گاد. اینو به درد ما اصلا در بخش ما نیستش، در حوزه کاری ما اینا هم نیست. ای وای از اینا من بشنم روی این خورد میشه. چقدر وزنش زیاده لامصب. دوست منم سیستم تعلیق داره اینا ما نداره. عصای کوهنوردی از اینا، بومرنگ جان، تلمبه عشق دوچرخه سوار و نجات دهنده اینا، بعد دوچرخه سوار نانچیکو. دستکش دوچرخه سواری داره یه من بگیرم لطفا از شما. حاجی کلا هیچی نداشته خود دردم بخوره جز اون رفیقم که اونجا خوابیده. اجدر به مولا که لایک ویدیوی فراموش نشه. در دنیای لباس در جستجویشون هستم. نگاه کن ماشاءالله بزنم این چه یوتیوبر نازی به سکون به مولا که آقا به این مولا که ورزشکار تیپ ردیف نیمرو خب فقط نگاه کلی زحمت کشتم واسه این بدنم. آره دیگه اینا کلا تیپ کلی من بنده خداست. لایکش کنی ها، خواهشن لایکش کن. من دارم زحمت بکشم، ما داریم زحمت. نکنم خود این بدبختون توقع داشته باشه انقدر قرار بود پر می بودش، فکر نکنم میومد پیش من. در این بخش مجبوریم با یه دقیقه نکن باید با فلش فیلمو ببینیم. ببین دقیقه نکن ای بابا. این سفیدی همین رنگی بنده خدا. اینه که کلا بدی پایین میشه دست بگیر دست رو زیر این بچه. ما اینو کلا صافش میکنیم. خب یه دونه آقا ولش کن کنسله. اینجوری که مادام که خوش نمیذاره ما بنویسیم دقیقا بذار این بنویسه. همیشه امو سابسکرایب داشته باش. کی اینو میخره؟ حاجی داشت میساد میکنه فهمیدیم این بازکود نداره اکتون زندگی ناشش. سلام چه خیر. بخش دارم شما دو اینجا. آقا ادامه ویدیو رو برشون میگم. این دیگه با بالکوره گیرش بردیم باید سرتر بریم. بس دیگه دارم شما مرخصی کنم لایک ما برشون لایک ویدیو بودم فراموش نشه آقا. حالا اینجا رو بمالک اینم کل خریده ما همین یزاره شد 2 میلیون تومان. نازی عزیزم چقدر سنگینه. اینم الباقی خریدمونه خیلی سنگینه نامرد. بچه به خدا همین باند و نزدیک خونه ما به جای 17 میلیون داره 60 میلیون. باید چند واته؟ 60 وات. ای خاک بر سرت کنم با این حیبت 60 واتی کلا چند درخواست نمیارزی. JBL پارتی باکس سردم میخری سر 60 رو دادین اصلا چه که مرضی. با این قیمت میری سونی XP 700 میخری 245 وات دادنه. یه دوتا انکر چی بودش ساوند کور ریپ میخری میشه چه 360 وات 320 وات استقل. تو ارزش خریدن نداری بنده خدا. لرزشگیر برقم چه لرزشی میگیره اینجوری میکنن یه چیز میشه. ناکن جرو ناکن چه لرزشی میگیره این دستگاه. اوف جون بریم برای خواهرمون چیزی بخریم.
بین اینا من کدوم انتخاب کنم؟ میدونی من بین همه اینا که انتخاب کردم این کارامل از همه بیشتر داشتم. حالا بین اینا شیرش از همه میخوام بیشتر باشه، قندش مثلا 2 و قهوه متوسط دیگه شروع کنه و یه مرحله کارت نمیتونم نشون بدم. از این درم آتادش دیگه کار خاصی که انجام نمیدم فیلم بگیرم دیگه. اوکی بریم فقط پرش کنیم مثلا میشه از شما مردان سلام. اینم از این اجدر آقا، اینم از این اجدر داغه که اصلا از این بالا گرفتم و میذارم از این زیر و اینا کباب میشم. آقا کاراملو بزنم به مامانم اینا رو بریم بذاریم داخل شاهین. ببندم تمام. ای تارا رو چه فیلم بنیامین رو قطعا میشناسین که آردی داشتم میدیدم. این چقدر تارا چقدر صندلیش داغونه. شاهین خیلی بهتره تاره، یعنی کمرداد اصلا نمیگیره. من داخل کامنت بهش گفتم که بره جک جیفای بگیره، با اون قیمت جک جیفای بس همه بهتره. بریم به ادامه راه. کنسل من نیستم. بریم اینو بنزیم دور هماش رو دیگه. چرا دیوید جونز و ایران نمیشیم؟ برگردیم به دیوید جونز. آجی 2 نفرش رفتن این و خواهر رفتیم بریم 2 نفر رو رفتن عقب. خریبه رو باقلی بارد این منم و خواهرم داره کل از بین اینا داره کلی شید از اینا انتخاب کنم. کلی کنم فقط این دفعه من دوست دارم، این دفعه من دوست دارم که خودم استفادهش کنم. میدونه جنس کروم این آدمو جذب خودش میکنه. دستم کثیف شده یا اول هست. کلا چیزایی که من دوست دارم کرومی شکلن و بیشتر همون چیزی که برقه رو خوب خودش هم میشونه. رفتم اسم نکنم سنجاق بود. اصلا دوست دارم اون رنگش باشم. شما خانما جز این که موهاتون رو رنگ میکنین کل رنگش مصنوعی میشه، تا جز این که مو مصنوعی میذارین رو سرتون بماند. مو مصنوعی هم به خودتون میبندین. این مدلش دیگه ندیده بودم حقیقتا. ما رو نگاه ما به این هیکل هیبت اومدیم پیش این جنگیری بینگیری صورتی. آمیر رو برون میبونی یا نه؟ حقیقتا به جای این دستبنده من ترجیح اینو این رنگش داخل گوشه ها نگاه کن. ترجیح میدم واسه خانم این دستبند به این مدلش مثلا بگیرم. البته اصلا اینا قطعا قشنگ‌ترن. ای خدا این چشم رو میگیرم عزیزم نازی. بچه‌ها یاقوتی پلاستیکی در اینجا داریم میبینیم. ما اومدیم بیرون بالاخره از اون مغازه. بچه آقا دیگه بس دیگه، خیلی داره ویدیو طولانی میشه. از اینجا دورت ویدیو رو من با شما رو با یه آهنگ خیلی زیبایی که همین الان دانلودش کردم همراهی میکنم. آقا کی گفته عینک به من نمیادش؟ خدا وکیل نگاه کن آخه. حالا بدون عینک همه، حالا با عینک همه. حالا میدونی برام سواله این که ببینی عینک رو این عینک رو کیفیت دوربین تاثیر داره. تاثیر داره واقعا. من بیشتر جلو پنجره این ماشین انداخته. چرا؟ چون این وسط سوراخ قشنگ هواکش موتور ماشین. بریم به سمت خانه. من از اینا خواستم تست کنم، خواهرم از اون میخواد، مامانم هم 2 تا ذرت. بله بخواه اونی چه خواهر. بریم دیگه واقعا سمت خونه. ما سیر بقیه ها یه چیزیه. اون 2 تا دونه پیمونه هم داشتن اونو درستش میکنن. کاش که پیروز که می‌خواستیم میخونن اون فایز هم میگفتی بریم. مرجان جون من می‌خواستم ماشین رو برای همین بیارم. مامانم من این همه. آقا دیگه
مثل همیشه خدافظی خوشم میاد. تا ویدیو بعدی میبینمتون. داخل کامنت اگه آخرین ویدیو دیدین یه قلب سبز داریم. میبینمتون فعلا. خدافظ.